بهترین استاد به همین خاطر خواستیم پرسیم به خاطر روزهای میشود که مقصد از شبکه یوتیوب در اومده یگم درس های عقیده را گوش میکنیم. بعضی وقتا میشود که مقصد از کتاب صحیح بخاری یگم حدیث پیامبر را میخوندیم. به همین خاطر خواستم پرسیم که مقصد شما چی مصلحت میدادین که مقصد ما همچون ای جمع میخونیم قای خو جمع میخونم کتاب این کتاب بخونم میشه تمام کنم با دیگریش اثر کنم. به همین خاطر خواستم پرسیم. یک برادر کانال شروعی است، کانال نامش عقیده. اگر عقیده نویسید میبرو، نامش عقیده نویسید است. در همین کانالش فقط صحبت های ما اویدی عقیدهش جمع کردگی است. انا 203 216 تا نوار فرارده است. 216 نوار همش عقیده است. سرچشمه عقیده، توحید، ایمان، رسولان و پیغمبرها، ایمان به آخرت، جنت و دوزخ، صحابه ها، شرک و مشرک، نفاق و منافق، کفر، شکننده های اسلام، بدعت و خرافات. یعنی همین خیلی برنامه ها دارد. یعنی میتونید 216 اما این برادر کار کرده است. من 7 ساعت پیش یک نوار فرآورده است، یک روز پیش نوار فرآورده است. برکه یاد دستگیری کنید. آخر 2 ساعت تفاوت چک دارد. این کانال نامش عقیده، یعنی فقط صحبت های عقیده ما رو جدا کرده است. گرفته چون در یک صحبت نامش کتاب نماز است که در بینش عقیدهش پر است. گرفته همیشه علاهیده کرده ایستاده است. الله قوت دهد. همون گیرید همون هم عقیده درس عقیده خانه ها مرحمت.